پس از فرامدن در فرودگاه من خود در حیرت بودم که من با کی لازم میشوم. زیاده از 1 میلیون تاجیک خود به سوی پرتافته شده است. آنها در کفتکو بیجوری کارند، در زندگی هستند کی آنها رو نان میتید. من شخصی که آمدم آورده پرتافتن یکی فروختن دولت روس با دولت تاجیکستان بیکار به جای خواب. من نوشتم به من جواب دید عباس نباید کنید. از کجا این سپرافکا پیدا شد؟ کیها بودن هوسمند این روزی وزبین؟ بعدتر من گرفتم از وزارت داخلی تاجیکستان مکتوب که من شهروندی دارم. مایلش شهروندی کنی نسخه پاسپورت کنی فرم یکی کرامت شریف از سال 80 که من برآمده رفتگیم و نیست وجودیت ندارد. حالی شما از سود کنسانی چی انتظار دارید؟ فکر میکنه که جوابی که خودتون انتظار دارید؟ در هر دو حالت هم برای من برد است. هم در حالت انتخاب نمودن که من شهروندم برای من برد است، چون شکستن قانون از طرف سودی بالایی این نداشتن استقلالی تاجیکستان است. حالی اکنون که شما حالی برگردیم به اون صحبت اولیمون که شما به سود کنسانی مراجعه کردید، یعنی این معنی آن را دارد که دیگر شما از مقامات مسئول و دخلداری که به شما اون پاسخی لازمی که میدادن دریافت نکردید. اکنون سود کنسانی این مراجعه شما رو میتوند حل کنه؟ چون اونم که حتما به این مقامات مراجعه میکنن که آنها هم وزارت مدافعه، هم وزارت داخلی تاجیکستان، هم وزارت کارهای خارجی را من تکلیف نمیدم. چون که در خارجه بودنی من جوابگری من وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با عهده خود گرفت. آنها امضا کرد از چی لازم داشتن کرامت شریف در تاجیکستان و کیان آوردن و به کدام مقصد آوردن. امروز در تاجیکستان ادوکات وجود ندارد. آنها هستند، آنها در ترسند. کاری شما کرامت و کاری سیاسی است. این را ما نمیتونیم برده پیش. شما وکیل مدافع داشتید در این مدتی که با من با چندین وکیلان مصاحبه شدم. آنها دست کشیدن و امروز هست تو دستکشی که وقتی میروند با سببهاشون آوردن که چندین ادوکات ها بودن خواستن تاجیک را محافظت کنن. دیگر ملت های تاجیکستان بودن آنها در زندان نشستن.